با سلام خدمت همه عزیزای دلم که داخل کانال ما هستن، ما رو دنبال میکنن، سابسکرایب میکنن، به دنبالش ما رو لایک میکنن، به ما انرژی میدید تا ویدیوهای بیشتری براتون تهیه کنیم. اول عذرخواهی میکنم که آروم صحبت میکنم، نیکی خوابیده نمیخوام بیدار بشه و اینکه توصیه اینه که با هندزفری، پد، هدفون این ویدیو رو گوش بدید تا مشکلی برای صدا نداشته باشید. خب دوستای عزیزم، همینطور که میبینید بچه ها تا بزرگ بشن ما مامان باباها کلی برشون وسیله تهیه میکنیم، از وسایل راحتی تا اسباب بازی. اما یه سری وسایل هستن، چه تو سیسمونی، چه تو وسایل های شخصی بچه ها، چه تو اسباب بازی ها آدم رو جذب میکنن به خاطر ساخت درست، به خاطر شناخت درستی که از بچه ها دارن و میدونن چی باید برای بچه ها تهیه کنن. واقعا اینا وسیله های هستن که درسته که یه ذره نظر هزینه و قیمت لول بالاتری دارن، اما بعضیشون واقعا ارزش خرید دارن. یکی از این اسباب بازی ها همین وسیله هست که من امروز اومدم بهتون معرفی کنم. این وسیله بسیار ساده که برای شناخت رنگ هست اما بسیار جذاب، از مجموعه بیبی انیشتین هست که همینطور که میدونید نیازی به معرفی نداره. یه مجموعه بی‌نظیری هست که وسایلش بسیار از نظر آموزش هدفمند هستن، از نظر کیفیتی عالی هستن و تمام وسیله هاشون به هم مرتبط میشن، به هم وصل میشن، به اسپیکر متصل میشن و اینکه همه اینها نشون میده که یه وسیله چقدر کیفیت بالایی داره. از نظر جنس بسیار مرغوب هستن. البته ابتدای ویدیو بگم که همونطور که میدونیم به خصوص مامانا این ناخونی مامانه که هنوز وقت نکرده لاکش رو ترمیم کنه، اما خب همین هم لذت بخشه، چون که ما از صبح که بیدار میشیم به جز خودمون به فکر کیفیت زندگی بچه همون هستیم و اون برای ما اولویت داره. خب برمیگردیم سر بحثمون. بچه این اسباب بازی خیلی باحاله، واقعا باحاله. چرا؟ به خاطر که از 6 ماه قابل استفاده است تا 4-5 سالگی. از 6 ماه به خاطر نور و رنگ و صدایی که این وسیله داره بسیار به بچه ها جذابه و تا 4-5 سالگی به خاطر اون بعد آموزشیش هست. این وسیله به 3 زبان، انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی میتونه برای بچه ها معرفی رنگ و شناخت رنگ داشته باشه و همین خیلی جذابش کرده. کلید اولش صدای وسیله رو میتونه تو کم و زیاد برای شما تنظیم کنه و اینکه این وسیله میتونه تو 2 حالت قرار بگیره. یکی برای شناخت رنگ هست که رنگ ها رو معرفی میکنه و دوم برای ترکیب رنگ ها هست که اینم خیلی جذابه. من اگه روشن نمی کنم همونطور که گفتم نیکی خوابیده، به خاطر همین نمیخوام سر صدا بشه. اما یه توضیح مختصری میدم که این کلید کنترل وسط هست که کل بازی رو هدایت میکنه، رنگ ها رو توی نور صفحه نشون میده. بچه ها میتونن با ضربه زدن به رنگ ها سوالاتی که کلید کنترل میپرسه جواب بدن و همینطور با کلیک کردن دوباره و دوباره بازی رو دنبال کنن. این وسیله یه خوبی دیگه هم که داره اینه که بسیار سبکه و راحت تو دست بچه ها قرار میگیره. داخل ماشین، توی خونه، رو صندلی غذا میتونین برای سرگرم کردن بچه ها ازش استفاده کنین و اینم یه ویژگی مثبت دیگه این دستگاه هستش. بازم میخوام در آخر ویدیو اینو بهتون بگم که حتما موقع خرید اسباب بازی تمام اطلاعات روی جعبه رو تا اونجا که میتونید مطالعه بفرمایید، چون خیلی میتونه تو انتخاب وسیله بهتون کمک کنه. همونطور که میبینید مجموعه بیبی انیشتین کانال یوتیوب داره که میتونید سابسکرایب کنید، از ویدیوهایشون استفاده کنید. ویدیوهاشون بسیار عالیه، برای سنهای مختلف تهیه شده و همهشون جنبه آموزشی داره و به هر حال این دستگاه بی‌نظیر
میتونه برای شناخت و معرفی رنگ ها خیلی کمک کننده باشه و از بازی باش لذت ببرین. هم پدر مادرم هم بچه ها با هم دیگه میتونن استفاده کنن و لذت ببرن. ممنونم که با ما همراه بودین. ممنون میشم که سابسکرایبمون کنین، لایکمون کنین و همراهمون باشین. خدا نگهدار.